سلام دوستای خوبم. امروز با یه آموزش خیلی راحت، شیک و مناسب آقایون اومدم. البته خانوما هم میتونن برای خودشون ببافن. یک گردنی هست که بند داره و بنداش قابل تنظیم هست. میتونید اینها رو تنگتر کنید تا گردنتون حسابی گرم بمونه. به این شکل هست. من این رو توی میل گرد بافتم. میتونید با میل تخت هم ببافین. این قسمت پشتش رو باز گذاشتم یه مقداری. این باعث میشه که این کناراش قشنگ بشینه روی گردن و این مدل رو حتی میتونید برای یقه لباس هم استفاده کنید. من از نخ پشمی استفاده کردم. از نخ متوسط یه مقداری نازکتر هست. اینجا می نویسه که شمارش 3 هست و میلی که به هم گفت استفاده کنم 3.75. من البته به جاش میل گردم 3.5 همون استفاده می کنم. از میل گرد کوتاه استفاده می کنم چون اگر بزرگ باشه نمیتونم کار کنم باش، چون که این گردنی خیلی کوچیک هست. برای قسمت کردش من از میل نازکتر استفاده کردم. میتونید از همین هم استفاده کنید. بقیه وسایلی که ممکنه به دردتون بخوره، من سوزن کوبلن استفاده کردم، مارکر، قیچی و خب متر که برای اندازه گیریه. اگر آماده اید بریم که با هم شروع بکنیم. من برای کشباف بروش بافتم. میتونید کشباف ساده ببافید که آسان تره. بروش یکم کشتنش بیشتره و خوشگلتر هست. فقط دونه هاتون رو باید تعدادش درست باشه. برای بروش اگر مثل من خواستید کشباف بروش ببافید حتما دونه هاتون باید کمتر باشه. من 72 تا دونه سر میندازم. برای کشباف ساده حداقل 108 تا سر بندازید. بیشتر اشکال نداره به خاطر اینکه بند داره و میتونید تنگ ترش کنید آخر سر. من از 2 تا میلم استفاده میکنم. حدود 15 سانت برای هر 10 تا دونه در نظر میگیرم. 2 3 4 5 6 7 و یه مقدار هم اضافه. من همیشه نخم رو خیلی کوتاه در نظر میگیرم چون اصلا دوست ندارم تهش زیاد بمونه. ولی شما حتما یه مقدار بیشتر از من در نظر بگیرید. بعد شروع میکنم به دونه سر انداختن برای 72 تا دونه. وقتی دونه هامو سر انداختم برمیگردم. خب اینجا من 72 تا دونه سر انداختم. تهش رو یه گره میزنم که دونه هام در نرن. میلم رو در میارم یکیش رو. خب فعلا قرار نیست که بافتم رو گرد کنم. واسه همین دونه هامو کاری ندارم. نخم رو سمت چپم میذارم. اگر شما هم با میل ساده میبافید که خب همین کار رو تکرار میکنید. و الان شروع میکنم به بافتن رج آماده سازی بروش. اگر که شما میخواین بافت ساده کشباف انجام بدین. برای بروش دونه اولم رو به زیر می بافم. بعد نخم چپم هست، دقت کنید. یه دونه ژوته میزنم و دونه دوم رو بلند میکنم. تکرار میکنم. یه دونه میبافم به زیر، نزدیکتر میکشم، یه دونه ژوته میزنم و دونه بعدی رو بلند میکنم. یه دونه به زیر، ژوته و دونه بعدی بلند میشه بدون بافتن. به این سادگی یه دونه ژوته و یه دونه بلند میشه. این دوتا دونه با هم جفت میشن. تو رج بعدی این دوتا رو با هم به زیر کار میکنیم. اینم یه دونه تکی میبافم. دوباره یه ژوته با یه دونه که بلند میشه. تا آخر رج همین کار رو تکرار میکنیم. این رج آماده سازیه برای بروش. اولش من بافت تختش رو بهتون نشون میدم که به اندازه 2 سانت میبافیم. بعد 2 سانت
گردش میکنم و بهتون یاد میدم چجوری توی گرد کردن باید ببافیم. پس فعلا این رج رو به همین شکل ادامه میدم تا آخر. خب من رسیدم به ته رجم. ته رج رو هم میخوام نشون بدم که به چه ترتیبی تموم کردم. یه جوته زدم و یه دونه بلند کردم و دونه آخرم رو هم به زیر بافتم. خب این الان بافت ساده هست برای بروش، یعنی هنوز گردش نمی کنیم. وقتی گرد میکنیم یه مقداری متفاوت تر میشه. به همون ترتیب برای رج دوم هم همین کار میکنم. دونه اولم رو که برداشتم میبینم اینجا دو تا دونه دارن به هم چسبیدن، جفت شدن. این دونه هست که نبافتیم و کنارش جوته هست و بعد اون هم یه دونه زیر. این دوتا رو با هم به زیر میبافم. دونه بعدیم که تنها مونده تکه، اون رو با ژوته بلند میکنم. دقیقا همون کاری که رج قبلی تکرار کردم همون هست. تنها فرقش اینه که دونه های تکی رو با ژوته بلند میکنیم، دونه هایی که جفت شده رو با هم به زیر میبافیم. این میشه بافت بروش ساده وقتی که گرد نباشه. وقتی که گرد نباشه شما همش همین کار رو تکرار میکنید. یه ژوته میزنید، دونه تکی رو بلند میکنید، دوتایی ها رو با هم به زیر میبافید. پس فعلا این رو من کار میکنم، یه مقداری حدود 2 سانت به همین شکل میبافم و برمیگردم. خب من الان بافتم رو به اندازه 2 سانت به همون شکلی که نشون دادم بهتون بافتم. اینجاست که میخوام گرد کنم. برای اینکه گردش کنم نخم سمت راستم هست، دونه هام صافه. آخرین دونه که اینجا کار کردم دونه ژوته زدم، بلند کردم و یه دونه به زیر بافتم. حالا رجی که اینجا شروع میکنم که دوتا طرف رو به هم وصل کنم، میبینید که دوتاش دونه زیر هست. من میام این دوتا رو با هم یکی میکنم. این به خاطر اینه که هم فاصله نیفته بین دو طرف، همین که دوتا دونم رو میخوام یکی کنم که پترنم درست در بیاد. خب این دوتا رو من با هم به زیر میبافم. خب بعد اون میبینید که من اینجا قبل اون دونه که بافتم یه ژوته دارم با دونه و بعدش هم همینطور یه ژوته دارم با دونه. حالا توی این رچ ها وقتی که گرد بافی میکنیم باید نگاه کنیم به دونه هایی که جفت شدن، چون که اینجا ما لازمه که دوتا یکی رو به رو هم ببافیم. نگاه میکنم به دونه تکیم. اگر دونه تکیم دونه زیر هست، اون وقت دوتا دونه‌ای که به هم جفت شدن رو اونا رو به رو میبافم. الان اگر نگاه کنید این دونه زیر هست، پس این دوتا رو من باید به رو ببافم، دوتاش رو با هم، که پترنم درست در بیاد. تکیم رو مثل قبل با ژوته بلند میکنم، دوباره دوتا جفت شده ها رو به رو میبافم به این شکل. این حالتی هست که وقتی که گرد میکنین اتفاق میفته. حالا تو دور بعدی برعکس میشه، دونه ای که بلند میکنین دونه رو خواهد بود و اون دوتایی که به هم جفت شدن رو دوتا رو با هم به زیر خواهیم بافت. این تنها فرق بافت گردش و بافت تختش هست. خب من ته رج رو هم میخوام نشون بدم. ته رج ژوته با دونه بلند کردم، بعد دوتا به رو بافتم. الان نگاه کنید اینجا من دوباره یه ژوته میزنم، یه تکی رو بلند میکنم و اینجا من
استیچ مارکر رو میذارم. یه چیز دیگه که هست توی بافت بروش حتما اتفاق میفته، اونم این هست که دو تا دونه‌ای که توی اون قسمت متصل شدن به هم میرسن همیشه عین هم هستن. میبینید اینجا من یه دونه تکی داشتم، ژوته زدم، بلند کردم سمت راستم، سمت چپم هم دوباره همون دور بعدیم باز دوباره یه دونه تکی دارم که دوباره میام یه ژوته میزنم، اینو بلند میکنم. این همیشه اتفاق میفته. حالا اگر نگاه کنید اون دونه‌ای که بلند کردم دونه رو بود، این دوتایی که جفت شدن دوتا به زیر میشن به این شکل، دوتا به زیر، و به همین ترتیب کار میکنیم. دوباره نشون میدم بعد و قبل استیچ مارکر من دوتا دونم تکی بودن، هر جفتشون رو ژوته زدم. پس بعد این یه رج به زیر کار میشه، یه رج به رو. من الان این رو به اندازه همون 2 سانتی که بافتم ادامه میدم. این دفعه هم گرد میبافم به اندازه 2 سانت. خب من الان 2 سانت دیگه با میل گرد بافتم، یعنی گردش کردم. دونه آخرم اینجا میبینید که با ژوته و دونه بلند شده هست. دونه اولم هم از دور بعدی باز همون هست. برای اینکه میخوام این رج رو تماما به زیر کار کنم، این رو در میارم و اینجا یه رج همه دونه ها رو به زیر میبافم. و برای ژوته ها هم یه دونه حساب میشن. این یه دونه هست، این رو از پشت من میبافمش به زیر که در واقع سوراخ نداشته باشه و بقیه هم همه رو به زیر میبافم. پس حتما حواستون باشه ژوته ها رو هم جدا جدا باید به زیر ببافیم. این کار رو که میکنیم در واقع تعداد دونه هامون همون 108 تایی میشه که اگر بافت کش باف ساده انجام میدادیم باید سر میگرفتیم. پس نهایتا سایزمون همونه. خب من اینجا یه دور کامل دونه ها رو به زیر بافتم. الان اینجا میخوام این دوتا ور رو به هم وصل کنم. میخوام دونه هایی که در واقع سر انداخته بودیم اون حلقه ها رو متصل کنیم به این دونه هایی که اینجا روی میل هستن، با هم ببافیم یه جوری به هم وصل بشن تو اون جای بند رو ایجاد کنیم. من این دونه ها رو یه مقداری شل کردم تا بهتر دیده بشن توی تصویر. شما میاین تو رجی که در واقع رج سر انداختنمون بود، این دونه ها رو پیدا میکنین. دقیقاً باید به همون تعدادی باشه که الان دونه داریم. این حلقه ها رو باید وصل کنیم به دونه هایی که الان اونجا هست و دوتا رو با هم ببافیم. الان نشون میدم یکیش رو بهتون. این قسمت رو تا میکنیم، لبه پایینی رو متصل میکنم به دونه هایی که دارم کار میکنم، یه دونه از اون لبه بر میدارم و دوتا رو با هم به زیر میبافم. خب دوباره میرم دومین بلند میکنم از اونجا. مطمئن باشید که همه دونه ها رو از یه طرف بلند میکنید که منظم دیده بشه. از اون لبه یکی رو بلند کردم، این نخم بود فکر کردم دونه رو بلند کردم. خب دونه رو از اون سمت یه دونه برداشتم، از این ور با این یکی دوتا رو با هم به زیر بافتم. این قسمتش یه مقداری سخت هست، یکم حوصله میخواد به خرج بدین، یا اینکه اگر خواستین میتونین نگه دارید این قسمت رو آخر سر با نخ و سوزن به هم وصل کنید. منتها من میخوام قشنگتر دیده بشه لبم این کارو میکنم. فقط مطمئن باشید که دونه هاتون رو درست بردارید، یه لبتون کم نیاد، یه ور کم بیاد، یه کم اضافه بیاد. خب من اینو ادامه میدم بافت ساده. این ورم میشه رو، اینجایی که سوراخ دارم اینجا
روی کار هست که من بافتم رو به شکل بافت رو در میارم، اینجوری دوست دارم باشه. شما میتونید برعکس این کار رو بکنید، لبه رو از این ور بچرخونید و یا بافت رو انجام بدید. منتها خب بافت رو به نظرم سخت تره. پس من همین کار رو ادامه میدم و بعدش به اندازه حدود 10 سانت میبافم. خب اگر مثل من احساس کردید که یکم سخت دونه ها رو، من کاموام مشکی بود، واقعا سخت بود که این دونه ها رو همزمان بردارم، نازکم بود کاموام، از یه میل دیگه استفاده کردم که که دونه ها رو از قبل بردارم و با کمک اون میل یکم راحت تر تونستم کار کنم. خب الان اینجا حدود 10 سانت بافتم. اینجا سمت پشت کار هست، یعنی من به عنوان رو استفاده نمی کنم. نگاه کنید که اینجا قسمتی که کرد در میاد بافت رو داره و دقیقا مقابل اونجا هستم الان. اینجا پشت سر هست، پشت گردن هست. اینجا میخوام این قسمت باز رو کار کنم، یعنی از اینجا به بعد رو من صاف کار میکنم دیگه، گرد بافی نمی کنم. خب میل رو چرخوندم، نخم از این وره و اینجوری که ببافم، بافتم دوباره تخت میشه و این دفعه باید به رو ببافم دونه هامو، چون دونه هام الان دیگه به رو هستن. بازم یعنی میشه همون یه رج رو یه رج زیر. این کنارا لبه ها رو برای اینکه قشنگتر کار کنم میام 2 تا دونه یا 3 تا دونه میتونید بدون بافتن بردارید، یعنی من باز کردم این دوتا رو بدون بافتن بر میدارم، بعد میام به رو میبافم. این کار رو وقتی بکنید یه حالت لبه به قسمت باز میده. این ترفند رو میتونید تو خیلی جاها استفاده کنید. برای این یکی لبش هم دقیقا همین کار رو میکنم. وقتی رسیدم به اینجا 2 تا دونه آخر رو نمیبافم و رج بعدی رو وقتی شروع کردم از همون دونه اول شروع میکنم. این باعث میشه که لبه کارتون قشنگتر دیده بشه. خیلی جاها میتونید از این روش استفاده کنید. خب الان من رسیدم به ته رج، اینجا جاییه که شروع کرده بودم. قبل اینکه یه رج کامل به رو بافتم رسیدم به ته. این دوتای آخری رو بازم بدون بافتن برمیدارم میذارم روی میل. نخم هم جلو هست، دوتا رو برداشتم. الان میل رو میچرخونم چون میخوایم صاف کار کنیم، درسته؟ میخوایم دیگه گرد نشه و از همون ابتدا از دونه اول شروع میکنم به بافتن. مثل حالت قبل که یه دونه کناریمو بر می داشتم این کار رو نمی کنم، از اولش می بافم. خب بعد این دیگه بافت ساده هست، یه رج زیر یه رج رو ادامه میدم و تا اندازه که خودتون دلتون بخواد این رو میتونید ببافین. خب من اینجا یه 10 سانت دیگه هم بافتم. این قسمت پشت رو میبینید چجوری در آوردم و الان میام دونه هامو کور میکنم. برای کور کردن هم 2 تا یکی میکنم، هر جفتا رو به رو میبافم تا بافت قشنگ تری داشته باشه. هر روش دیگه هم دوست داشتید استفاده کنید. خب این هم میبینید که مال من این شکلی در میاد. خب دوستان من بافتم رو تمام کردم. این هم پایان کار، این پشتش و الان میخوام که این کرد رو نشون بدم چجوری بافتم. این هم خیلی ساده هست. من از یه میل نازکتر استفاده میکنم و حتما باید میلتون میل جوراب باشه، یعنی 2 سرش باز باشه. میل گرد هم میتونید استفاده کنید.
بافتن کرد خیلی راحته، کافیه که 3 تا دونه سر بندازید، میتونید یکم بیشتر، مثلا 4 تا کلوفتر در میاد. 3 تا به نظر من ایدئاله. من میل 4 میلیمتر فکر کنم. 3 تا دونه سر انداختم، تهش رو گره میزنم. دوباره میگم حتما باید میلتون دو سرش باز باشه و الا نمیتونید این رو کار کنید. بعد میام دونه هام رو میکشم اون یکی سمت. الان نخم سمت راسته، این دونه اولم ره منتها میام این رو میکشم به اون یکی نوک میل و از اونجا شروع میکنم به بافتن. بافت ساده، فقط بافت زیر انجام میدیم. خب دوباره این 3 تا رو که بافتم، دوباره این 3 تا رو میام به جای اینکه از این ور شروع کنم میکشمش اون ته میل و دوباره به همون ترتیب میبافم، یعنی 3 تا دونه رو به زیر میبافم. هی همین کار رو تکرار میکنم. 3 تا دونم رو میبافم، میکشمش ته دیگه میل و دوباره میبافم. دوباره میاد این ور. یه مقدار کار زمانبری هست، حوصله میخواد، ولی واقعا به نتیجه کار میارزه. خیلی جاها میتونید این کرد رو استفاده کنید، این متد رو استفاده کنید تا کرد رو ببافید. من به همین طریق ادامه میدم و به اندازه دلخواهم میبافم و بعدا وصل میکنم با یک با یه در واقع سنجاق، ردش میکنم از داخل اون قسمت و میشه پایان کار من. میبینید شکلش داره در میاد. امیدوارم این آموزش هم به دردتون خورده باشه. اگر هم عین همین رو نبافتید، از این تکنیک هایی که بهتون یاد دادم، بافت بروش تو حالت ساده با میل ساده و حالت گرد، یا همین کردا، یا جاهایی که بهتون یاد دادم چجوری دو طرف رو یکی کنید، از این ترفندا میتونید استفاده کنید و امیدوارم که به دردتون بخوره. ممنونم که با من همراه بودید. این هم آخر سر میخوام که با این ردش کنم، این رو میذارم این سرش و بعد فشار میدم تو و درش میارم و به این طریق میتونید یه گردنی خیلی خوشگل برای خودتون، همسرتون ببافید و یا هدیه بدید. ممنون که همراه من بودین. روز خوبی رو براتون آرزو دارم.